سلام، اگه تو هم مثل من از قبل خسته شدی امروز با من باش. این ویدیو تا آخرش ببین. لایک و سابسکرایب یادت نره. خب بچه‌ها، اول که باید بی‌حسی بزنم. مثلا پلاستیک چیدم بی‌حسی زایلاپی استفاده میکنم. بچه شما کار نکنید. من چون از این کارا زیاد کردم برام عادیه. یهو سوزن رو تزریق میکنی، از حال میری، از هوش میری. کلا از این کارا نکنید. من دیگه آب از سرم گذشته. خیلی خوب، بریم برای بی‌حسی. بچه اگه بی‌حسی زدم، بی‌حسی اوکی. بعد اینکه تزریق کردم، اگه بیهوش شدم هر چیزی، به همت بگین خیلی دوست داشتم. اونجا یه کارک ندارم، مجبورم برم با دست پخش کنم. دارم آب روشن دارم پیداش کنم. یک عدد لطفاً کاغذی دارم که دستم قاطی میکنه بیرس نشه. حالا ازا کمونه. بچه بعد چیز جالب بهتون بگم، من اصولا این خرابکاری که نمیشه گفت. کلا یه سری کارهایی که مثلا اینجوری هم بکنم مثلا وقتی که همسرم خوابه انجام بده. همسر عزیزم نخوام. نه جدی، واقعا وقتایی که سر کار سر شلوغه یا وقتهایی که خوابه، الان دقیقا خوابه دارم این کار انجام میدم، بعد بیدارشم تا وقتی که این ویدیو رو ببینه فکر نکنم متوجه بشه، چون زیر گلوه تک متوجه میشه. انشالله که نمیرم، وصیتم ندارم. مواظب خودتون باشید، دوستتون دارم. بی‌حس بشه یه نیم ساعت زمان بره و موقع تزریق دوباره فیلم میگیرم. خب برای کوکتل نوبالش کنید. کوکتل درماهیل برای رفع قبقب و چربی استفاده میشه. چیزایی که دربارش خوندم برای شکم، پهلو، بازونا میشد که استفاده بشه، اما اونجا ریسکش خیلی بالا. همین هم ریسکش بالا ها. چیکار کنم دیگه؟ بعد اسمم بزنن رها تستر. بعد تستر غذا نه، تستر اینجور چیزای خطرناک. این که راحت باز شد. خب این برای کشیدن من 10 سیسی میکشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها موفق شدم، یه 75 سیسی اینا کشیدم. حدوداً نیم ساعت بعد این بی‌حسی روی قبقب من بمونه و بعد تزریق انجام بشه. دوستتون دارم. خب بچه‌ها، من حسابی دوپینگ کردم. قبل از اینکه بخواید تزریق کنین قبلا باید چیز بخورین که فشارتون یه موقع نیاد. مثلا من که قبلا چیز کردم دارم می‌کنم. یه قلم پدرگلی می‌ذارم دم دستم. اول بعد ناحیه رو خوب تمیز کنید. دونه بعدیشو باز می‌کنیم. چه کامل بی‌حسم. خب یه حرکت دیگه می‌زنم، پدرگلی دارم دستامو تمیز کنم. همینجوری قبل شستم اما خب حالا کلا خدا به دست دادم. خیلی خوب. چه کلی استرس دارم گفتم، چون این کوکتل جدیده یه کوچولو استرس گرفتم. انشالله که طوری نمیشه. شاید تو سوالو چرا من این ور نگاه کنم، دورونم اون بره، بعد با شما این طرفی صحبت کنم. ببخشید دیگه، حالا اولین ویدیومونه که می‌خوایم تو یوتیوب بذاریم. بچه‌ها خیلی استرس دارم. واقعا میترسم. بچه‌ها یه سوال، اینو باید هواگیریش کنیم یا نکنیم؟ یه کوچولو هواگیریش کنیم حالا. هواگیری شد. ببینیم درجه اجازه رو بذاریم. بچه تزریق هم کاملا زیر پوستی یا اصلا سوزن رو فرو کنید.
تموم شد. بچه از لحاظ دردش درد نداشت، یه سوزش خیلی خیلی ریز داشت. این هم از آموزش مزوتراپی من به شما. راحت قبقبه تو از بین ببر. یو بچه هر سوالی داشتین داخل کامنت ها میتونین ازم بپرسین، با کمال میل جواب میدم. دوستتون دارم.